لطیفه آزادی سخن در دوشنبه روز آزادی مطبوعات را تجلیل کردند. 3 می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه همایش بخشیده به روز جهانی آزادی مطبوعات برگزار گردید. این چاره‌بینی با تشبث دفتری برنامه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان و با دستگیری اینترنیوز، اتحاد اروپا و سفارت‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا در تاجیکستان صورت گرفت. در آن مسئله آزادی بیان، رشد استواری رسانه‌ها و نقش زنان در روزنامه‌نگاری محاکمه شدند. If you allow me, I would like to elaborate this morning more generally on the question, which kind of environment do journalists need? My first thought is we need a society with an atmosphere free of fear. We need enlightened, educated. با گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، تاجیکستان در سال 2025 در رده‌بندی آزادی مطبوعات 2 زینه بالا رفته در مقام 153 قرار گرفته است. ولی این پیشروی به گفته کارشناسان نشان دهنده واقعی نیست. نوردین کرشیبایف، رئیس اسوسیاسیون ملی وسایط اخباری عامه مستقل تاجیکستان، میگوید وضع در اصل دیگر است. او تاکید میکند که روزنامه‌نگاران تحت فشار قرار دارند، خویشاوندانشان نیز تعقیب میشوند و خودسانسوری در میان ژورنالیستان افزایش یافته است. و اینچنین از نبودن مکانیزم‌های مؤثر حمایت ژورنالیستان و نافهمی بعضی سازمان‌های بین المللی در مورد دستگیری وسایط اخباری عامه انتقاد کرد. سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان رایمونداس کارابلیس در سخنرانی خود گفت که آزادی بیان حقوق عمومی انسان است و نباید برای فعالیت‌های روزنامه‌نگاری کسی به محبس افتد. در همین حال سازمان‌های حقوق انسان از افزایش فشار بالای روزنامه‌نگاران خبر می‌دهند. یکی از موردهای پرسر و صدا حکم 8 ساله روزنامه‌نگار رخشان حکیمووا است که به اتهام خیانت به دولت محکوم شد. او مقاله درباره نفوذ چین در تاجیکستان نوشته بود. احمد ابراهیم، سرمحرری هفته‌نامه پایک باشد، با اتهام فساد و افراطگرایی دستگیر و با وجود نبودن دلیل‌های معتمد به 10 سال زندان محکوم شد. به اطلاع سازمان‌های بین المللی، حالا در تاجیکستان بیشتر از هر کشور دیگری آسیای مرکزی روزنامه‌نگاران در زندان قرار دارند. همزمان جامعه بین المللی دعوت میکند که تاجیکستان به فشار بالای رسانه‌های مستقل خاتمه بخشد و ژورنالیستان بازداشت شده را آزاد نماید.